با امروز در برنامه با خود یک دکتر صاحب خیلی خلاق جوان با خود داریم. یعنی افسردگی یعنی چی؟ یک تعریف کوتاه. بعضی کسایی که به افسردگی مبتلا میشن خواب نمی داشته باشن، هیچ خواب ندارن درست، اصلا شب تا روز بیدار هستن. و از نظر شما دکتر صاحب بالای کدام طبقه یعنی زیادتر تاثیر می‌داشته و در کدام سنین؟ افسردگی در بزرگسالان هم هست، در جوانان هم هست، در نوجوانان، حتی در کودکان هم هست. و افسردگی که از در طبقه و ناس ذکور و در تاثیرگذار خیلی سخت قرار داره. به نظر شما به خاطر درمان افسردگی بیشتر مریضا به درون ببرن پای یا مثلا تغذیه مثلا کنن سبزیجات و میوه‌جات اینا؟ نه، افسردگی که مثلا خیلی خفیف باشد اونا به خود فرد یک تمرین کار داره که باید روح روی خود تغییر بده، رفتار خود تغییر بده، فعالیت. سلام و دارم خدمت تمام بیننده عزیز، خدا کنه همتون خوب و صحتمند باشین. من سوال سلطانیستم و شما خوش آمدید میگم به اولین برنامه ما در هدف میدیا که این برنامه را مختص به موضوع طبی نمودیم و نام برنامه ما برنامه روان درمان هست و ما در برنامه تنها نیستم، همکار نازنینم فرشاد سلطانی با خاطرم. سلام عرض ادب خدمت بیننده های عزیز، امید که صحت سلامت باشین و از گزند روزگار در امان باشید. قسمی که گفتیم اولین برنامه ما در هدف میدیا می باشه و مختص به برنامه طبی است که این نام برنامه ما نام روان درمان می باشه. خیلی خوب دوستان نازنین، قسمی که خودم یادآور شدم و همکار نازنین ما که اولین برنامه ما است که شب امروز در برنامه با خود یک دکتر صاحب خیلی خلاق جوان با خود داریم که فرشاد جان به معرفی براتون. یک دکتر خیلی ماهر لایق به نام سامحه ویزی را با خود داریم. خوش آمدید. خوش آمدید. سلام و احترامات دارم خدمت شما دکتر صاحب، خوش آمدید به برنامه. خوش باشین. سلام و درود بر همه بیننده های عزیز، امیدوارم جور صحتمند باشن و امروز را یک روز پر از انرژی و لباس عافیت را بر تن داشته باشن و هر روزتان پر از انرژی و پر از اهداف و پر از ذهن و تفکر مثبت آغاز کنید. ما می‌خواستیم در باره موضوع امروز ما یکم از معرفی داشته باشیم که یعنی افسردگی یعنی چی؟ یک تعریف کوتاه. افسردگی عبارت از یکی از عوامل اختلاطی و یا عوامل خلفی هست که در رفتار و تفکر فرد تاثیر گذاشته و منجر به تاثیر گذاشتن اجتماعی و فردی که در سطح تفکر و رفتار از ایجاد می شود. خود افسردگی بهش تاثیر میگذارد و از حالت واکنش اولی خود برمیگردد و برای به افسردگی پیدا میکند و خود افسردگی گفتیم که تاثیرگذار به تفکر و رفتار می باشد. این چگونه افسردگی اول خفیف می باشد و اصل کوچکترین نقطه در یک فرد تاثیر میگذارد. مثلا ما شما در یک جای امتحان میدیم، در اونجا شکست میخوریم یا ناکام میشیم، ما در یک کنج اتاق میشینم همیشه با خودم میگم آیا واقعا من ارزش زندگی کردن ندارم؟ من نمیخوایم زندگی کنم چرا من موفق نشدم؟ آیا من هیچ فرد موفق نیستم؟ همیشه به راههای منفی میرن، به ذهنهای منفی میرن. پس امی منفی رفتن انسان که در یک جای شکست میخورد و همیشه به خودش یک کلمه‌ای که میگه که واقعا من ارزش زندگی کردن ندارم، همین منفی گذاشتن که در تفکر انسان ایجاد میشود تاثیرگذار افسردگی ایجاد میشود. خیلی خوب، تشکر از معلوماتتون. علائم میشه به ما بگوین که چی علائم است؟ مثلا ما اگه کسی را ببینیم چطور بفهمیم که افسردگی داره؟ علائم های افسردگی که علائم های بیشتری دارد و میخوایم که مهمترین علائم افسردگی را به جوانان خود بیان برسانم که اولین علائمی است که خوی اخلاقیتش خوی خاصیتش از صبح تغییر میخوره. وقتی که از صبح از خواب میخوره خیلی دلتنگ میباشد، اعصابش هم خراب، یک طفلم که گپ میزنه میگه از ما دور شو که ما قرار نگی که من دلتنگ هستم. اولین دلیلش بود. دومین دلیلش که اصلا احساس کمبودی انرژی نمیکند، اصلا خود خیلی کسل میگیرن، یعنی هیچ به حال میباشن، هر شب که غذا رو استفاده میکنن ولی بازم به حال میباشن. سومین علائمش که اصلا در اینجا دو دلیل داره. بعضی کسایی که به افسردگی مبتلا میشن خواب نمی داشته باشن، هیچ خواب ندارن درست، اصلا شب تا روز بیدار هستن، همون حرفایی که در ذهنش که چند سال پیش گذشته باشه اونا تمرکز میکنن. خب
فلانی با ما تو کرد، فلانی تو شد، ما چرا دیشب با او حرف نزدم. یعنی گپ ها در مغزش رو میخوان. بعضی افراد هم که هستن که در افسردگی مبتلا میشن، اونا میخوابن زیاد. اصلا دو حالت میخوابن، بعدشون یاد میخوابن و بعدشون هیچ خواب نمیداشته باشن و از دلیل بعدیش که اصلا احساس ناامیدی میداشته باشن. اصلا میگن من اصلا زیبا نیستم، فامیلم به من توجه نمیکنن، من دوست ندارم، زندگی برام راحت نیست و در یک کنج خانه خود قید گرفته و اصلا حس خوشبختی برای زندگی خود ایجاد نمیسازد. و آخرین دلیلش که اصلا دست به خودکشی، فکر میکنه که من باید به خودکشی دست بزنم چون من ارزش زندگی کردن ندارم و مردم به من درست نمیبیند و به من ارزش قائل نیستن و این فکر همیشه میکنم که من باید خودکشی کنم. خیلی خوب. به نظر من در این شرایط افغانستان خیلی مریضی افسردگی رایج شده و از نظر شما دکتر سبالای کدام طبقه یعنی زیادتر تاثیر میداشته و در کدام سنین؟ افسردگی در بزرگسالان هم هست، در جوانان هم هست، در نوجوانان، حتی در کودکان هم هست. و افسردگی که از در طبقه اوناس ذکور و در تاثیرگذار خیلی سخت قرار دارد و میریم اول سر طبقه ذکور که افسردگی در طبقه ذکور خیلی کم میباشند چون اونا اما احساسات خود ابراز نمیکنن، پنهان میداشته باشن. هیچ وقت نه. اونا که اصلا درد دل خود به یک کسی بیان کردن نمیتونن. مردها همیشه در دل خود پنهان میگذاشتن و اگر زیاد عصبانی شود خشن میشن، یک کمک سر صدای خود بلندتر میکنند و دوباره پس غم و اندوه کمتر میباشد و اجازه نمیده که به افسردگی های بیشتر برسد. و نسبت به خانم ها که هستن، خانم های دختر خانم های ما باز افسردگی زیاد دارن که در اینجا تغییرات هورمونی ها میباشن، باز واکنش های فامیلی در ذهن یک دختر خانم میباشد، در اینجا بر دختر خانم ها زیاد میباشد و همچنین کودکان ما، نوجوانان ما که چرا مبتلا به افسردگی میباشن. کودک ما که یک افسرده میشد از تعداد از فامیل است. یک کودک در یک مجلس حرف میزنن، تو حرف ندن، تو با چیزی نمیفهمی، او بیچاره همون میشد من یک آدم بی‌ارزشی هستم، سرکوب میشم. دقیقاً میگم من یک آدم بی‌ارزشی هستم که من میگن که تو حرف نزن. او اساسا رو به افسردگی میخوره. یک جوان ما، نوجوان ما که افسرده میشه دست خود به سر دیوار میزنه یا دلتنگ میباشه، فامیلش او رو سرزنش قرار میده. نه، من میشه با فامیلای محترم گفتیم که هیچ وقت هیچ جوان را که میبینین که اونا واقعا ناراحت هستن، اونا را به سرزنش قرار ندین. مثلا دختر خانم های ما که باشن، خصوصا فامیلا میگن دختر کاکات به مقام بلند رسید تو نرسیدی، دختر کاکات رسید که تو بیشویی ماندی. همون مسئله هستن و چرا امروز باید تشویق بسازین که چیزهایی که اصلا بر راه زندگی انسان نمیگذارد که علم و تحصیل است، شما باید جوانای خود به علم و تحصیل بگذارین، ولی ما متاسفانه اونا را سرزنش قرار میدیم که فلانی اونجا رسید تو نرسیدی. همیشه اون را تحقیر میکنیم که اینجاست که افسردگی از بر جوانان ایجاد میشه. خیلی خوب. به نظر شما به خاطر درمان افسردگی بیشتر مریضا به دارو ببرن پای یا مثلا تغذیه مثلا کنن، سبزیجات و میوه‌جات، اینا کدامش زیادتر تاثیر داره؟ رول مهم داره. غذاها هم رول مهم دارن و افسردگی ما گفتیم که به چندین نوع است، خفیف است، شدید است، متوسط است. افسردگی که مثلا خیلی خفیف باشد اونا به خود فرد یک تمرین کار داره که باید روح روی خود تغییر بده، رفتار خود تغییر بده، فعالیت بدنی داشته باشد. شما در طول یک هفته ورزش کنید، خود ورزش که است هورمون‌های بدن شاد می‌سازد و انسان شادتر می‌سازد و تمرینات ذهنی است، طرز فکری است. همیشه برای خودشان طرز فکری داشته باشند، خوب برنامه‌ریزی داشته باشند، بیرون برای چیزی که خوش دارند به شیوه خودشان برای خودشان زندگی فراهم بسازند. و دلیل درمانیش که اصلا من نمی‌تونم که دوایش بگم، چون بعضی کسا که کم داشته باشند دوا بخورن که دچار مشکل میشن، چون اینا با تشخیص با یک دکترها که برن که ببینن که آیا خود افسردگیشون در کدام رتبه هستن، در کدام تست هستن که برشان دوا داده شوند. و در بخش میوه‌جات که گفتیم، کسی که به این افسردگی که ما علامه‌اش گفتیم باید آب میوه بیشتر استفاده کنن و آب میوه‌جات آلبولو، کیله، سیب از این استفاده کنن و بهترین دوایی که ما در بخش میوه‌جات و ترکاریجات که ویتامین ها هستند که ضد افسردگی میباشند. خیلی خوب. خیلی خوب. از نگاه من در افغانستان ای به دختر خانم ها رایج شده. از نگاهتان
چی رویه باید کسایی که به افسردگی مواجه میشن باید کرد تا میتونه رویه از تاثیر داشته باشه که از افسردگی کس را بیرون کنند؟ دقیقا گفتیم ما چند لحظه پیش ما یادآور شدم فردی که به افسردگی مبتلا هستن باید اونا را سرزنش قرار ندهیم، باید اونا را تشویق بسازیم که اگر او گفت من بدرنگ هستم بگونی تو زیباترین فرد جهان هستی و یک بار خود دارینه ببین چقدر چشمایت قشنگ است، چقدر لبخندت قشنگ است، او را باید تشویق بسازیم. یا اگر گفت که من انسان موفق نیستم تو صدا داری، خطت چقدر زیباست، چقدر خوب در میان مردم صحبت داری، همین وقتی که ما مثبت برشان میگیم و او را ایجاد به مثبت اندیشی میکنیم و همیشه او را که میگیم که تو انسان موفق هستی که هر روز میمونه موفق ما داخل خانه شد، یک انرژی مثبت برشان میتیم، این افسردگی از بین میره. خیلی تاثیر مهم داره. دقیقاً. خب در آخر برنامه رسیدیم. اگر از شما یک پیام بخوایم به تمام جوانان و همچنین در مورد افسردگی اینا اگر یک پیام داشته باشین که برای خدمت پیام به جوانای هستن که اول با فامیل ها باید اگر جوانایتان واقعا به افسردگی هستن رول دارن لطفا سرزنش نکنین، اونا رو تشویق بسازین، چیزی که میخوان اگر زنده امورا برش فراهم کردن نمیتونین بفهمانین به راحتی، هیچ وقت اونا رو سرزنش نکنین و همیشه اگر به این افسردگی شما علائم میشه که ما گفتیم اگر شما یک از علائم‌ها دارین امو علائم از بدنتون برطرف کنین که فردا رو دست به خودکشیشان نزنن، همیشه مثبت فکر کنین، تلاش کنین، هدف داشته باشین، برنامه‌ریزی عالی داشته باشین، تفکر مثبت داشته باشین، چون که تنها راه خوب و تفکر خوب، هدف سازی خوب شما رو میتونه به قله‌های زندگی و به موفقیت‌های زندگیتون برساند. و در آخر هم از چینل یوتیوب هدف میدیا سپاسگزار میکنم که دعوت کردم. از شما تشکر، هر کجا که باشین موفق و سربلند باشین. تشکر. و انشاءالله امید دارم که هموطنان عزیز ما سخنان دکتر صاحب محترم پی برده باشد و امید که دیگه افراد افسردگی در جهان نداشته باشیم. وقتتان خوش، تشکر، سلامت باشین، برنامه ما رو تعقیب کنید. خب قسمی که هم شما ببینید دوستان عزیز بر آخر برنامه رسیدیم. خیلی سپاس از همراهیتون تا ایدم و همچنان قسمی که ما در اول برنامه یادآور شدم یه اولین برنامه ما بود، البته برنامه تیوی ما. همراه شما خواهان هستم در چینل یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام و همچنین تیک تاک. منتظر کامنت ها و نظراتتان به خاطر بهبود برنامه هستیم. زنده و سلامت باشین. وقتتان خوش. خیر باشین.